مهم از بین برداشتن این موضوع است. شد آخر آقای پرکرور، چرا ما آرام نشستیم؟ مادامی که آنها برای ما چاه کافته ایستادند، ما هم باید زود عمل کرده آنها را بچهای خودشان کنده افکنیم. آقای پرکرور، خود رو به نادانی نزن جورا جان. اگر کسی عریضه نویسد و تو رو چون نقش جلاب تهمت کند، پس تو رو دستگیر باید کرد. یا توبه، همه‌شان را دستگیر کرده دهان و بینه‌شان را شکنیم. خمیر بر این ملایی میشوند، عدالت تنتنه میکند. چهل تنتنه احوال ما نگر. به من، به خودت، به ممدون نگاه کن. حالا این هیچ گپ نه. همین خیلی ششتن گیریم. روزمان از این بدتر میشود. بدتر سردارم. چند مراتب به تو گفتم ما از آنها فرق داریم. آنها جنایتکار، آنها قاتل. تا هم خیل شدن میخوایی؟ چرا نشوم؟ میشوم سردارم. همسری من مرد، هم مسلکانم را کشتند و باز هم کشته ایستادند. سردارمون جانش رو به گرو ماند. قریب بود که او را از دست میدادیم. گویا ما نمیتوانیم سیلا بر سری مردم مانده از آنها گپ گیریم. نمیتوانید. برای همین به سرمون چنین بلاها میآید. این مسئله با نقشه و معلومات نویسی حل نمیشود. خدایا، پس چی حل میشود؟ انا با این میشود دستم به سرش کی ماندی چون بلبل به خواندن میدرآید. زنی که تو فراموشش کردن نمیتوانی، زنی که از جان زیاد دوست میداری، در اصل زنی ارزان بوده است. برای وسی پول داد و گریف میشنست. اگر عجلت رسیده است میکشم تو را، پارا میکنم، ریزه میکنم تو را. دیوانه نکن مرا تو هم. میکشم تو را پلید، میکشمت. به من نگاه کن پلید، تو را میکشم. پارا میکنم، ریزه میکنم. دیوانه نکن تو مرا. من تو را میکشم پلید، نزدیک احمد. جورا جان شکار میکنی؟ ایستا خدمت تو میگویم. جورا جان نشان میدهم که داغدار کردن نام حلیمه چی معنی دارد. سرگه دستم را میکشم. بس با پرکرور دولت چرا حمله میکنی؟ من چونی شرمندگی را باری اول میبینم. همه شما اتون جواب میگوید. یک و یک بار با من هجوم کرد. این را با وزارت میرسونیم، تفتیشات میبریم. کاری اف نشونده است. نه بلندی را میدانید و نه پستی را. این چی شرمندگی است؟ لازم باشد از وظیفه سبکش میکنیم. من زیاد صبر کردم مفتش. وظیفه را نه تو داده و نه تو میگیری. من این را با مهنتی حلالم به دست آوردم و آن را خودم با دست خودم میدهم. من به این شرف لایق نشدم. شما شخصی ارزنده را یابید. از من همین قدر.